ای نام تو بهترین سرآغاز، به نام تو نامکی کنم باز. به نام خداوند السلام علیکم. بر خداوند السلام علیکم. بر درود بر پیامبر خداوند، بر رسول اکرم. خب بر پیر مهاجر سلام که تا دور پیری در هجرت است، تا گوشه از وطنش آباد باشد. بر جوان مهاجر سلام که آوان جوانیش دور از اهل یار و دیار است، عمرش میگذرد. بر فرزند از در وطن مانده مهاجر، و فرزند در وطن مانده مهاجر سلام که هر روز بار تقویم در دست روز می شمارد روز آمدن پدرش را. بر مادر در وطن مانده مهاجر سلام که دست دعا کشاده هر روز نو دعا می ریزد بر دستانش، بر روی می کشد دستش را، بر حق فرزندش دعا می کند. بر جوانزن کوچه های غربت سلام که هرچند جای کاری تعیین دارد، مزد تعیین، جای خواب تعیین دارد، انیق دارد، اما آرامی انیق و تعیین ندارد در روح و روانش و ملهمه بر جان جوانش ندارد و همواره در فکر آن است که کی فرزندش را بر آغوش میگیرد. بر این همه جوان زنان مهاجر هم سلام میگویم، درود میگویم. خب به دوستانی به ما آشنا سلام سلام، به هر که اجر گذارد به ما درود درود، به هر مکان محبت نواز سلام سلام، به ارجمندترین بی‌وفا سلام سلام، به هر که گوش کند شعر ما و یا نکند، به کل خلق عزیز خدا، به کل خلق زمین خدا سلام سلام. خب درباره دعای مادران حرف زدم. امام ترمذی روایت میکنند از ابو هریره نقل شده، رسول الله درود بر روان پاکشان، درود بر آل اصحابشان، درود حق نثارشان بادا، که گفتند به یگان شک و شبهه دعای 3 نفر قبول درگاه خداوند است. اول دعای مظلوم، آنکه ظلم دیده است از نفره. دوم دعای مسافر، آنکه در سفر است. و سوم دعای والدین، دعای پدر نسبت فرزندان. خب دعای والدین گفتیم. شما هم مهاجرید، شما هم مسافر هستید، شما هم اکثریت پدر هستید، مادر هستید، بابا بیبی هستید و شما مظلوم هم هستید که بسیاری ها از روی اجباری مجبوری مهاجر هستند. دعا کنید که دعاهایتان مستجاب درگاه خداوند گردد. خب امروز برنامه ما موضوعی را فرا گرفته که تاثیر مهاجرت در بیداری ملت است. خب ملت مگر تا مهاجر شدنش بیدار نبود؟ گفته اگر سوال در سر شما، در ذهن شما برخورد، پس این سوال در ذهن من هم خطور کرده بود. ملت در تاجیکستان مثلا دوام قریب 70 زیاده از 70 شاید تا دوام 100 سال ما در یک ورطه بودیم، در کنار یک دیوار آهنی احاطه شده بودیم که اگر روسیه پادشاهی گوییم هم خطا نمی کنیم، در مستملکه روسیه گوییم هم خطا نمی کنیم، چون که آبادنما، آسودنما، سیر و پورنما باشد هم ما سرفرود آورده بر روسیه بودیم و تحت همان حکم روسیه بودیم. برای ما روسها یک ملت زبردست‌ترین، ارجمندترین، بزرگترین، بهترین دنیا معرفی شده بودند. در مکتب همه خیلی می آموزاندند. حتی سرود ملی تاجیکستان، آنهایی که در دوران شوروی زندگی کردند، همان سرود ملی ریسپوبلیک سوویتی سوسیالیستی تاجیکستان اگر گویم، چو دست روس مدد نمود، برادری خلق سویت استوار شد. انا این خیل بود. یعنی ما از دست مدد خدا نگفتیم، دست روس گفته بودیم، دست روس مدد نمود. انا همین خیل سرود ملی هم داشتیم، گیمن تاجیکستان. و بعدا وقتی همین دیوار برداشته شد خیلی خوب هم شد
که بعد استقلالیت رسیدیم، خوبیش این که دیوار برداشته شد و برای ما آزاد بود دیگر. هر کجا میخواهیم سفر میکردیم. مهاجرت، تاریخ مهاجرت، پیدایش مهاجرت خیلی کهن است. مثلا ابراهیم خلیل الله مهاجر بودند، سفر به سفر زندگی کردند. قریب کل پیامبران فرستاده های خداوند مهاجرت داشتند در زندگانی خود. در قبل از زمان شوروی، زمان قبل از شوروی، در همین منطقه های خراسان، ماوراءالنهر مهاجرت بود. از کشور سخت زمین مثلا بر ختلان، یا از ختلان زمین در بخارا و سمرقند، یا برعکس از سخت آنجا، یا نفرانی که داراتر هستند، عقلشان تشکل یافته تر است، یا مالشان بیشتر است، یا ره یافته تر هستند، آموخته تر هستند، تا ژاپن و تا خیتای، تا چین و این طرف، تا بریتانیا هم رفته بودند، تا ترکیه و فراموش نکنید که همین راه بزرگ ابریشم نیز برای مهاجران بود. برای مهاجران، تاجران که تاجران هم مهاجر هستند، سوداگران، و نیز با این راه برای تحصیل هم می رفتند. مهاجرت، روند مهاجرت خیلی جاده های فراوان را فراهم می گیرد بر خود، که برای تحصیل می رود، که برای ملکه افزودن می رود، آموختن، و که برای دریافت رزق و روزی می رود. از شاعران ما سینا مهاجر بود، فردوسی بود و خیلی دیگر. کمال نیم زیادی عمرش در هجرت گذشته، کمال خوجنده. و جلال الدین بلخی، از نام دیگرش جلال الدین رومی گفته مشهور شد، معلوم که از بلخ رفت در روم زندگی کرده است. و همچنین مهاجرت در تشکل ایجادی اینها، در فراگیری و سیطر ذهنی اینها خیلی کاری مهمی کرده، خیلی نقش مهمی بازیده است. و یگان نفر از همین تماشابین عزیزی ما که ما را دیده ایستادند نمیتوانند رد کنند که مهاجرت برایشان فایده نبخشید. فایده میبخشد، فقط هر یک چیز معیار دارد. معیار. خب بیایید یک بار زود از موضوع به موضوع جدیدن نگیریم. گفتیم که مهاجر بسیار بود. از همین نام ابو ریحان بیرونی از تخلصش معلوم که وای از بیرون بود، آمده شاگردی ساده بود، و برای آنکه بیرونی بسیار آموزد و زبان خیلی بسیار میدانست، زیاد از 20 زبان، که وای همراه همان سلطان محمود هر کجا سفر میکرد همراهش بود. و بیرونی که تنها نبود، کولبارش شترهای از پس بیرونی میرفته دایما کتاب داشتن، هر کجا میرفت کتاب میگرفت، علم آموخت، عیانیت علمی میگرفت، اسباب میگرفت، زبان میآموخت. و این همه برای بیرونی خیلی فایده خوبه کرده. اگر در یک جا میمان، با همان فکر و ذهن و اندیشه هم مردمی احاطه خود در همان جا میمان. مهاجرت فایده میکند. در بیداری ملت هم مهاجرت خیلی سودی بسیار دارد، فایده کلان. برای مثال، تا روسیه نرفتید، تا به دولت های غرب نرفتید، تا با چشم خود ندیدید، باور نکردید و نآموختید. آیا شما عین حال در روسیه بوده ها که ما را تماشا میکنید، یا در اروپا بوده ها که ما را تماشا کرده ایستاده اید، مگر چیزی از همین روند هجرت خود، از مهاجرت خود نآموختید؟ البته که آموختید. ما در مکتب وقتا میخوندیم، کودک بودیم، برای ما همواره میگفتند دولت سوویتی، دولت شوروی یک کف دست بر این بزرگ بود و آلمان یک روی ناخون انسان بر این بود. همین آلمان کوچک بر همین کشور بزرگ ما هجوم کرد و ما برد کردیم، ما دشمن را از خاک کشور بیرون کردیم. و ما همواره در تصور ما آلمان یک کشور قشاق جنگ زده بیرون از این عباره های آزادی و آبادی و سیری و پوری می نمود. تا دولت شوروی بر هم نخورد، ما ندانستیم که آلمان یک کشور خیلی پیشرفته است. هنوز 10-12 سال از زمان جنگ نگذشته، الکی آلمان از دولت شوروی پیشتر رفته بود، الکی پیشتر رفته بود. در مکتب معلم روسیه‌مان وقتی که یک بار گفته بودند که میدانید در آلمان همین خلطه
پاکتی که ما استفاده میبریم در آنجا یک بار استفاده میبردند و بر پرتابگاه میپرتافتند. ما در حیرت مانده بودیم، حالا که در زمان کودکی ما خلطه ها کاغذی بودند، اطرافش را با ماشینای درزدوزی میدوختند، خلطه های کاغذی بود، دستدار نبود و در همان خرید میکردند. بینید که با برابر استقلالیت به دست آوردن و بیرون شدن از کشور و مهاجرت پیش گرفتن، ما چقدر از کشورهای غیر آموخته آمدیم و بسیاری ها در کشور خود جاری کردن آنچه که دیدن. مثلا در دهات تاجیکستان خانه های زمانوی با اصول فینی میگویند، با اصولی که همه خانه ها برابر گرم می شوند، کم ساخته می شدند، یا مدنیت ساختمان یا مدنیت پوشش، خورش ها، مدنیت آراستن دسترخوان، گفتار مدنیت، این همه از بیرون تشکل یافته بر تاجیکستان جاری کردیم. خب در رفت برنامه گفتم عباره که هر یک چیز یک معیار معینی خود را دارد. از معیار که بیرون آمده الکی مقصد ویران می شود، از معیار برآمده دیگر چی میگویند، نه بنیتی کرده رسیده و نرسیدنت معلوم است. مثلا وقتی که یک کسی را از حدود لازمه بیرونتر تعریف میکنی، وای بدتر از تنقید می شود. یک نفر آدم را آنقدر تعریف کنی که در یگان جا یگان کلمه تعریف و توصیف میکردگی نماند، از معیار از حدود گذرد، این تنقید بدتر از این تعریف بدتر از تنقید می شود. یا اینکه وقتی شکر قیام بسیار می جوشد تلخ می شود. قله بلندترین شیرینی این تلخی است. غم از حد گذشته رود، یک نفر وفات کرد گفته از حد و حدود بسیار در فراق او گریه کنید، بالاخره بر دلتان میزند و از بحر همان نفر میبراید که دیگر به خوبی یاد هم نمی کنید. همین طریق است که هر یک چیز معیار دارد. مهاجرت هم همینطور. در تاجیکستان خب همه که از مهاجرت با سری بلند و با مغز پر از معنویات و فرهنگ و سوادناکی و بر نمیگردند. چه خوب بود اگر چنین برمیگشتند. اگر گویم که در همه دور و زمان بود مهاجرت هست، مهاجرت می شود. از روسیه هم مهاجر می شوند، حتی از خود آلمان هم و دیگر کشورها مهاجر شده می روند. از فرانسه هم، از شویتزاری هم مهاجر شده در دیگر کشورها کار می کنند. اما معیار دارد. تاجیکستان قریب 1/4 اهالی در هجرت است، در مهاجرت. اگر همین مبلغ کار کرده مهاجران را، پول زحمت مهاجران را آورده فقط برای آبادی وطن صرف کنیم، آبادی وطن باشد، آبادی یک نفر، یک عائله، یک اولاد نه، آبادی وطن باشد، گل گل می شکفد تاجیکستان. اما چنین نیست. قانونگذاری ها آنجا اشتباهات بسیار دارند، یا خودبینی ها، ایگویسم میگویند، یا جامعه نشناختن و بر درد جمعیت بر نخوردن ها. انا همین برنامه که من اینجا برآمد کرده ایستادم، آیا در سیما، در تلویزیون یا رادیوهای کشورمان تاجیکستان همین خیلی برنامه یا مانند بر همین برنامه روی آینه نیلگون می آید؟ هرگز نه. نمیتوانید گویید بله روزی گذشته همگی 2 ساعت گذشته است از آماده کردن یک برنامه همان جمعیت، یک شرکت گویم هم می شود، یک آژانسی خبرگزاری گویم هم می شود. آسیا پلوس که یک برنامه کرده، راست گپ نام دارد و صدر این محفل بر این گذشته، صدر محفل یک برنده ورزیده تاجیکستان آرزوی ایسایف است. دوام 2 ساعت 60,000 تماشابین دارد و این تماشابین اکثرا مهاجر هستند. سرعت اینترنت در تاجیکستان ضعف دارد و تاجیکان تماشا نمی کنند، البته که یا تماشا کنند هم کم در کم. 60,000 تماشابین اگر طریق تلویزیون همین برنامه را نمایش دهند چی می شده باشد؟ نمایش نمی دهند. یگان برنامه هایی که
تماشابین آن را میخواهد نیست، اما در سیما و صدای وطن چی ها صدا میدین؟ تعریف 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 موسیقی، تعریف موسیقی. من که کارمند رادیو بودم، اگر 3 ساله کودک را هم تبریک کنیم، البته در آن شکرانه کنید از چنین دورانی صاحب استقلال و شکرانه از سیاست پیش گرفته جناب که انا امروز خرسندانه زادروز قید میکنند در خانه ها، در عائله ها بود. یگان خبر این است که در آنجا 3-4 جمله تعریف و تصنع و بالابرداری ها نباشد. حتی اجرا شدن نقشه پرورش کارتوشکا یا سبزی یا یگان سبزوات دیگر هم البته زیر سیاست پیش گرفته جناب عالیشان پلان کارتوشکا کدام یک دهقان بود شده، نقشه سپارش همان حاصلناکی از یگان دهقان بود شده. در مراسم های در چاره‌بینی های فرهنگی هم عیناً همین خیل است. حتی بعضی جمله ها نهایت خنده آور می شوند. ما همینجا برای دلیل بعضی نکته ها را گرد آوردیم، بعضی گفتارها را گفتیم که معیار ویران شد. معیار را کی ویران میکند؟ اولا معیار تعریف ویران شده از جانب همان نفرانی که از دستشان یگان کسب و کار نمی آید و در اطراف حکومت گرد آمدن. وقتی از دست انسان کار می آید و کار کردن آن می یابد، وقتی کار نمی آید خوش آمد کردن آن می یابد، چاپلوسی کردن آن می یابد. همین طریق چاپلوس نه فقط آدمی از دستش کار نمی آمده، متاسفانه در بین شاعران هم، نویسنده ها هم، ادیبان هم، صاحبان یگان کسب معین هم پیدا شده ایستادند که با همین راه بالای نانشان روغن شکیده می توانند. معاون رئیس اتفاق نویسندگان را من اینجا مثال می بیارم، عطا میرخواجه. اگر در خاطر داشته باشد سال قبل درباره پیام پیشوا یک شعر نوشته بودند، یک 3-4 روز قبل درباره وضع بدخشان یک گزارش، یک برآمده کردند که آن در شبکه‌های اجتماعی عین حال رفته ایستاده است، باز نشر میکنند، اما بر همین برآمده کردهشان خیلی از روزنامه‌نگاران فعال، روشن فکر، صاحب نظر جوابهای خیلی عمیق و دقیق و در جایش جوابها هم دادن. مثلا رستم جانی یک جواب خیلی پرمضمون داده که خود معاون رئیس اتفاق نویسندگان، خود عطا میرخواجه اگر لحظه در بدخشان می بودند، احوال مردم را می دیدند، گریه و ناله آن مادران را می دیدند، آه و شیون کشیدن ها، سیاه پوشیدن ها، اگر اینها را می دیدند شاید این برآمده نمی کردند که همواره مردم را گناهکار کنند و همواره از شکرگزار نبودنشان انتقاد کنند. خب برمیگردم بر سر تعریف های این شاعر. از شاعر مدحیه نویس تاجیک گفته آوردند، آنقدر مدح و ثنا را تا درجه رسانده که شاعر مدحیه نویس گفته آوردند. این شاعر رئیس جمهوری تاجیکستان را گفته بودند که پیشوای ما جای قرآن ملت هم گفتند و جای تقدیر ساز ملت هم گفتند و در وصف پیام پیشوا نوشته بودند که رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین تحلیل میکند پیام ها را، یا رئیس جمهور چین سین زینپین گویا تفسیر میکرده است، تفسیر میکنند کتاب های خیلی پرمضمون را، البته که دانشمندان چگونه یک رئیس جمهور یک کشور تفسیر هم کرده. خب در تصویر شاعر تاجیک عطا میرخواجه لحظه هایی که پرزیدنت امام علی رحمان گویا پیام سالانه را قرائت میکرد، در این خاک سامان مانند کعبه بود، کعبه فضل بود و جایی که رئیس جمهور ایستاده پیامش را قرائت میکرد مانند سنگ اسود بود. یعنی کعبه را یک بار بر تاجیکستان کوچانده تعریف و تصنع کردند
و گویا هنگام قرائت پیام خورشید، ماه، ستاره ها از حرکت ماندند و گوش کردند. یک لحظه اکنون بر حقیقت نظر کنید که ماه و ستاره ها از حرکت مانند. عطا میرخواجه چی کار میکرده باشند؟ شاعر گفته بود زمین را باز دارید میفرایم. دیگر از حدود گذشته نخواد از حرکت ماند از گفتار یک نفر آدمچه که شاید در نوک سوزن، اگر زمین نوک سوزن گوییم بر کیهان، آدمچه را تصور کنید که چقدر کوچک است از گفتار او. پیامش معنی صدها کتاب است، مظفر در نبرد عقل با جهل. این گونه بالا برداری ها. حتی در یک شعرشان از آن سبب که مادر رئیس جمهور مریم نام دارد، این عیسی برگشته قبل از ایام رستاخیز هم گفته بودند، او را برابر عیسی پیامبر برابر کرده بودند. و این همه تعریف و تصنعها. همینجا ما نواری آماده کردیم که کارگردان ما میگذارند برایتان. این هم وابسته به همین است، یعنی از معیار گذشتن تعریف. مرحمت. انتخاب تاجیکستان شرف 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 با پیشوای ملت شرف شرف شرف. خب اکنون نگاه کنید. شرف، من از موضوع کمی بیرونتر برآمدم. شرف به پیشوا، شرف بر پرزیدنت. این انا همین حالت اگر در تاجیکستان یا قسمه در ترکمنستان باشد، در دیگر کشورهای آسیای مرکزی نیست. پیشواداری یعنی راهبرداری، لیدرداری، این همون در جنگل ها میشد. اگر پادشاه انتخاب میکردند، بر سرش تاج میگذاشتند، دیگر همگان داد و فریاد میکردند و او را آفتاب میخواندند، مهتاب میخواندند. اما شاید در همان جمله ها هم در جنگل و در بیابان ها هم یگان نفر نگفته بود که هنگام او دهان باز میکند آفتاب و خورشید از حرکت باز میماند، نگفتند. یا شاید در یگان کشور مسلمان نشین که مردمش اکثرا مسلمان تبار هستند، یگان کس نگفته بود که قرآن ملت. خب از باب زیاده روی گفتیم. موضوع اساسی ما این بود که تأثیر مهاجرت در بیداری ملت. تا مهاجر نشوی مسلمان نمیشوی، این مقال خلق است. و تا مهاجر نشوی بیدار نمیشوی هم شاید هم ردیف هم معنای همین حرف باشد. مسلمان شدن بیدار شدن، مسلمان شدن خودشناس بودن، خود را شناختن است. چرا در تاجیکستان بیدار نشدیم؟ خب روزنامه‌نگار حق ندارد که، یا برنده حق ندارد که در خصوص خودش حرف زند، آنجا عرض و داد خودش رو گوید. به همین خاطر من بسیار نمیگویم از باب خودم، اما همین قدری که از تاجیکستان برآمدن زمان، هم جهت ادبیات، فرهنگ، دین، کشورشناسی، خودشناسی خیلی بسیار فرا گرفته توانستم و هنوزم خیلی بسیار نه فرا بر خوب بسنده بر خود توانستم و باز میخواهم فرا گیرم. همین که به روسیه رفتید، بعد فهمیدید که اصلا تاجیکستان به هیچ چیز دیگر است. کمبودی دارد کشور، مانند دیگر کشورهای که اونجا هم کمبودی خیلی بسیار است، در کشور ما هم هست. این همه تعریف و تصنعها دروغ هستند. این همه دیوار احاطه کرده ما با تعریف و تصنع بسیار، در تلویزیون مثلا تعریف، در رادیو میگیریم تعریف، در گازیته تعریف دروغ. در پیام 90% حرف دروغ بود. دروغ ترینش این 200,000 کارخانه استحصالی بود که باز هم همین را میگویم و دیگر حرفای بیش از این هم. خب چرا تا از وطن نبرآمدیم، بیدار نشدیم؟ این سوال برای شما است. یکی از سبب‌ها ضعف اینترنت هم ضعیف است، هم آنقدر به همگان دسترس نیست. خیلی ها هنوز در دهه‌های دوردست با گوشی موبیلی همان تگمچه دار کناپچ نمیگویند، یا به زبان مردمی آن را چهارمغز شکنک نام بردند، چون که به آب افتاد هم میگرفتید، کار میکرد،
خشک میکردید در آفتاب کار میکرد، یا یگان میافتاندید در بالای سنگ هم دیگر چیز کار کردن میگرفت. شیشهش میشکست، شخصی زنگ زده نامش نامعلوم بود، اما اگر گوشی را بردارید کار میکرد. این برای همین چهار مغز شکنک گفته بودن مردم عجب دانا هستند. در بسیار دهه های دوردست انا همان گوشی موبیلی هنوز هم کار برده می شود که وای بر اینترنت وارد نمی شود. دسترسی به اینترنت که خوب شد در بیرون از تاجیکستان، مردم علاقه فهمید که کشورهای پیشرفته تر از ما صدها 150 یا بیش از آن هم شاید باشد. در کشوری که همواره تعریف است و تنقید را رقابت را نمیپذیرند. رسا یک سال پیش سنه 17 ینور بود، من یک سال و یک روز شد، یک مخالف روس نوالنی را بازداشته بودند. رسا یک سال شد، دیروز یک سال شد. انا همین نوالنی یک جمله دارد به من پسند است، میگوید حکومتی که مخالف ندارد روی بر قفامانی دارد، پیش نمی رود، محو می شود. بله، رقابت باعث پیشروی است، رقابت سالم. در آن حکومتی که فقط یک حزب دائما حزب حاکم است و یک نفر دائما حرف او می رود جاری است، این گونه حکومت پیشرفت کردنش خیلی دشوارتر هم هست، پیشرفت نمی کند. شاید برای ما همواره می گفتند آباد شده ایستاده است که دوشنبه دبی برین، یا دوشنبه شهر سفید برین شده رفته ایستاده است، یا دیگر و دیگر شاید مانند کشورهای خیلی ابرقدرت هم وصف کنند. اما فقط یک کوچه خرد مرکزی شهران فراتر از همان خود پایتخت روید خیلی کمبودی هست. اگر هنوز ما شهر و نواحی‌های دوردست را نگفتیم، دهات در تاجیکستان ارزی وجود دارند که هنوز از دوران شوروی یگان نوگانی ندیدند. همان خانه ها، همان بناها، همان انشاءات، همان حکومت، بناهای خصوصا دولتی، اما آبادکاری هایی که میبینید از جانب مردم شده است. مردم خودشان آباد کردند، راه ها را مردم آباد کردند، انشاءات ها را مردم، کارگاه ها را مردم ساختند. حکومت پس چی کار کرد؟ آیا ما وظیفه داریم که انا همین حکومت را وطن دانیم؟ آیا وطن، تاجیکستان، دوستداری او که از ایمان میگوییم همین حکومت است؟ حکومت آیا وطن است؟ نه که البته وطن این تاجیکستان است که آبادیش بر ذمه همه ماست. اما خوش آمد بر سران کشور هرگز نه. 138 نفر، یا شاید برنامه باشد عین حال در یگان شبکه که یا برنامه عجیب نرفته ایستاده است که می توانید با ما پیوندید، فکر خود را گویید که تا مهاجر نشدن، تاجیکان بیدار نشدن، سببهایش را گفتیم. یکی ضعف اینترنت، سستی اینترنت، و یک چیز دیگر این تعریف آنقدر از حدود از معیار زیاد شد که شکر قیام تلخ شده رفت. تنقید هم از معیار گذرد، قریب درگاه تعریف می رود، تعریف هم از حد گذشته رود، می رود به سمت تنقید. یعنی معیار باید، حدود باید نگه داشت. یک آدم عادی را قرآن ملت گفتند، نشاید البته که عیسی مسیح گفتند، نشاید، در حالی که در ایمانداریش اعتماد قوی ندارد، اطمینان کامل ندارد که وای ایمان دارد هنوز. خب قبول میکنیم هر نفر وارد میشوند در برنامه، قبول، خواه موافق ما فکر بیان میکنند، خواه مقابل ما. محمد مرحمت، السلام علیکم. مرحمت، گوش میکنم شما را، میشنویم. صدا چرا نیست؟ اگر بیشتری حالت صدا نمی رود میگویند اگر با تلفنتان همان گوشمانک هست کن، ناوشنیک مانده باشد هم نآمدنش ممکن است. مثلا طرز کارکنی، پروسس کارکنی تلفنی من همین خیلی است که اگر ناوشنیک باشد صدا بر نفر دیگر نمی رود.
یگان اشکال در رفت کاری همون تلفن با وقوع پیوسته. خب فعال باشد دوستان، با ما پیوندید، فکر خود را گوید که چرا در تاجیکستان بیداری آنقدر تأمین نبود، گویم همیشه بیدار نبودند تا مهاجر نشدند، تا ملت رو به هجرت نآورد، بیرون از کشور نرفت، نفهمید که این بهشته که همواره شکر این بهشت آسا کنید، شکر آب و خاک کنید گفته تعریف و تصنع میکردند. کشورهای خیلی آبادتر از ما هم هستند. واقعا روز دوشنبه روز گذشته از وسایل اخبار عامه ازبکستان خبر دادند که آنجا بر استحصال درون یعنی طیاره های بی سرنشان شروع کردند. طیاره هایی که به اشتراک راننده فعالیت میبرند، طیاره های جنگی، البته هواپیماها استحصال کرده ایستاده است ازبکستان. همین ازبکستان همسایه که در دوام همین 5 سال 6 سال در همین 5-6 سال اینقدر روی بر ترقی نهاد، اینقدر قریب که تبادلات شد هم گفتن ممکن است، اینقدر زواد کارگاه های استحصال ماشین و استحصال دیگر و دیگر کارگاه های بهترین، خصوص دانشگاه خیلی بسیاری در آنجا باز شده است. ما هم طریق وایبر قبول میکنیم زنگ‌های شما را، هم طریق واتساپ، ایمو، یا اینکه همینجا از شبکه یوتیوب هم وارد شدن میتوانید به ما زنگ زدن و فکر خود را ابراز کردن که تا مهاجر نشوی بیدار نمیشوی، مسلمان نمیشوی، یا تاثیر مهاجرت، اثر مهاجرت در بیداری ملت. بیرون نبرآمدیم بیدار نشدیم. در تاجیکستان تا چه حد تعریف بود بر دروغ بود، یا تا چه حد گوش و هوش ما را بند یک طرف کردن. حتی گزیت ژورنال ها، ژورنال بود بانوان تاجیکستان نام داشت، بانوان تاجیکستان. در صحیفه یکمش حتی رسم رئیس جمهور بود، او که بانو نبود. این مجله، این ژورنال مجله برای بانوان است. آنجا بانوان فعال باید رسمشان چاپ شود، اما رسم رئیس جمهور در همان مجله بود. خیلی عجیب است. منطقاً مضمونا هم درست نمیگیرد که یک مجله را گیری که نامش بانوان تاجیکستان باشد و یکم صحیفه را گشایی که صورت مرد باشد. بانو کی نیست او. یا خود من در حیرتم از شاعران، از مردانی که شاعرانی که کلاسیکویی که درباره یگان صاحب جمال، یگان هورلیکا، یگان محلیا حرف میزنند، تعریف و تصنع و مشگان از جوشن گذشت یا دیگر و دیگر میگویند، در مغز دلم کاره کرد میگویند، از محبتت تو مردم رفتم سوختم. اینها را فهمیدن ممکن است، اینها از غایت هوس و هیجان و محبت نویسند، اما چگونه میتوان یک مرد را توصیف و تعریف و او را حرف و کلامش را و تعریف کرد؟ انا این حیرت آور است. البته خب راستی خسته شدم از بسیار حرف زدن. گفتنی ها بسیار هستند، اما من میخوام شما هم گویید. یک خود فکر من کافی نیست. یک نوار دیگری آماده کرده هم داریم. ما سبب های تکنیکی را دیده برآمده ایستادیم که چرا صدای شما را قبول کردن نتوانستیم، برطرف میکنیم و به فکرم سبب تکنیکی وجود ندارد، اشکال تکنیکی. یک نوار دیگر آماده بود، مرحمت همین را هم تماشا میکنیم. مرحمت. Китайская компания Haven Springs Dynasty Harvest Group получила разрешение на реализацию воды из Сарецкого озера. Осваивать таджикскую голубую жемчужину будут местный Orion Bank и китайская компания Haven Springs Dynasty Harvest Group, уже подписавшие соответствующее соглашение. Китайская компания Haven Springs Dynasty Harvest Group обещает построить близ озера Сарес предприятие по производству питьевой воды и продавать ее на рынках стран Центральной и Юго-Восточной Азии. Эксперты отмечают, что в данном озере заключены огромные... خب انا این نوار ما یک پارچه کوچک برای شما نمایش دادنی بودیم. چرا همین نوار را من انتخاب کردم، جستجو کردم؟ آیا در یگان رسانه خبری وطنی
گفتن که کولیسرز بر کشور چین سپاریده شده، دیگر مجرای آن را آن طرف باز کرده، آنجا کارگاه استحصال نوشاکی ساخته و از آب تاجیکستان استفاده میبرند. قطره قطره زم می شود، کم می شود. قطره قطره بر شیشه ها زم می شود، از کولیسرز قطره قطره کم می شود. این کولیسرز در تاجیکستان بزرگترین منبع آب نوشاکی است. در تاجیکستان هم نه، در آسیا، شاید در قطعه اوراسیا بزرگترین منبع هم باشد، اما همین ثروت بی‌بهای وطن را هم سپاریدند. آنجا اگر آب این کول را بیشتر گیرند بر اقلیم تاجیکستان که ضربه می شود، ضرر می رساند. این یک نعمت بزرگی خدا داده است بر خلق عزیز ما. گپ در سر چی؟ گپ در سر رفت و خورد و برد و ما به پول ماندیم و ما به چیز ماندیم. نه، من چی گفتنی بودم؟ گفتنی هستم که انا این کل را هم دادن. اما یکم بار در وسایل اخباری اومد، در صدا و سیمای تاجیکستان شما دیدید که در این باره اخبار داده شده باشد، خبر داده شده است، یا یکم بار در شبکه‌های، در آینه نیلگون تاجیکستان، در تلویزیون تاجیکستان، یا اینجا دوشنبه، تلویزیون دوشنبه، یا صوت سفینه بهارستان، خیر بهارستان برای کودکان است، یکم بار شما دیدید که این چنین خبرهایی که در حقیقت هست نشان دادند. کانهای طلا چقدر بسیار فروخته شد. گفتند که بر خطای فروخته شد. نه، وقتی که بیرون از تاجیکستان شدیم دیدیم که این همه فروخته شده است و فایده را چین میگیرد، خطای میگیرد. بعد درک میکنیم، بعد بیدار میشویم، بعد میگوییم کنی طلای تاجیکستان. در خبرهای رادیو تلویزیون تاجیکستان نگفتند که از 4 یک کیسه طلای تاجیکستان باقی ماند، همگی 8 تانه باقی مانده را فروختند، در 1 سال فروختند. اما در شبکه‌های تاجیکستان، در تلویزیون تاجیکستان نمیگویند، شبکه‌های خبریش. در اینترنت میبینیم، میشنویم، بعداً بیدارتر میشود انسان. خب مرحمت. سلام علیکم اپا. و علیکم سلام. گوش میکنم دادر. برنامه شما امروز برنامه درباره مهاجران، بله؟ بله، پرنده های مهاجر و موضوع برنامه چرا در مهاجرت، تاثیر مهاجرت بیدار میشوند در تاجیکستان، همین بیداری ها چرا نبود؟ چی سبب هایی داشت؟ برای اون که انا همون آدمایی که مهاجر میشوند میدونن که میبینن که در حقیقت آزادی را میبینن در دیگه دولت ها. بعد وایو بیدار میشن، بعد وایو میتونن وایو میخوان که حق خودشون طلب کنن. برای آنم که بیدار میشن. اما آدمی که هر یک آدمی که مهاجر میشود، من تو وقتی که در اون وطن بودم، وطن نمیبینم، نمیشنیدم، همین اینترنت که نبود، همین خود میکردم که فقط همین رحمان و فصل تموم ده. وقتی که وطن بیرون شدم فهمیدم که حقیقی حیات دیگه خیلی بوده است. ببشه تماما دیگه خیلی بودگی. در کوچه میبینید رحمانوف بازار صورت رحمانوف، مغازه صورت رحمانوف. بله در وطن فقط در گوش مردم فقط رحمانوف ریختگی. 30 سال فقط گوش مردم در رحمانوف اساسگذار صلح و وحدت، نجات دهنده سیرا ریختگی. در تلویزیون فقط رحمانوف، در رادیو فقط رحمانوف. وقتی که مردم مهاجر میشود میفهمد که دیگه این رحمانوف در حقیقت غمخور ملت نه، خائن ملت داشت. در حقیقت برای این مردمی که همین در هم داخل وطن اگر یکم گپ میشود، یکم چی میشود، در اینترنت های خاموش میکنن. بعد اینترنت مصرف اینترنت وابش تماما سست است. ای حساب چی؟ ای حساب همین که مردم بخبر نشود. مردم رنگ چخی گویم، همین رمای گوسفند شخله همین کجای های گوی همه سراوت هم خیلی قدم موندگی ایده مردم هیچی نداند، مردم هیچی نفهمد. همین چیزی گویم، همین چیزی شود فقط رحمانوف گوید، هم خیلی قدم موندگی رحمانوف تمام دیگه. یکم وقتی که
حکومت است و وقتی که مردم بله وقتی که مردم مهاجر میشود میبینه دیگه در شهرهای دیگه چه خیلی زندگی میبرن، چه خیلی امور بر سر میبرن، چه خیلی این بهبودی و این نعمت همه میبینن، بعد میفهمن که این در حقیقت خوین وطن است، خوین ملت بود است این رحمانو. میگم خب که منم تا اون یک وقتی که نفر در وطن بودم، منم رحمانوف میگفتم، منم پیشرو میگفتم. وقتی که من ای وطن برو اومدم دیدم این آزادی ها، این آزادی سخن، این آزادی ملت ها. خود پس فقط تماما نشستن آزادی نبوده است، شکرانه همین نه ملت. این فقط همین چیزی شود نشود، فقط شکرانه کنید، فقط شکرانه کنید. خودش رحمانوف و خویش تبارش در 24 ساعت فروزون سویتوشون همه شرایطشون مهیا، ولی میگود که فقط شکرانه کنید، شکرانه کنید. نمیگود این مردم عادی حتی خوراک سحر روزیش هم میخورد، نمیدوند که خوراک نصفی روزیش چی گونه افته خورد. بله. مردم نمیدونن که چی افته خورن، لیکن این فقط شکرانه کنید، شکرانه کنید. باور میکنین اگر ما همین در محله یک آش نهار میشد من حقیقتا میگم شما با محله با آش نهار میشد، همو صاحب همو محرکه یک 50 کیلو رشد اگر گرفته باشد، لیکن نمیرسوند همون. برای چی؟ برای که مهمون نخونده بسیاره، بله درست این مهمون نخونده بسیار، آدم گشنه بسیار، آدمی که خبر نمیکنند محرکه به محرکه میگردن، خیلی آدمو بسیاره. وقتی که من مکتب میانه میخوندم، من معلم تربیت، من درس اویله میگذاشت، ما را معلم میگفت که فقط دعوت در جنازه فقط دعوت نمیکند، دیگه جهود دیگه معرکه و به دعوت باید آدمی زود نرود میگفت. درست است. فقط بله. دعوت در جنازه نمیکنن، همین جنازه رو شنیدی باید به دعوت روی. لیکن اوزیر اکثریت مردم به دعوت یک جا به معرکه میشنود، 5-6 نفر میشوند میروند، نمیگم که ما خبر کردن نکردن، میروند. بسیار شده اوزی انقلی برای چی میروند؟ آخه وای هم اوشا فقط هم معرکه ها میبینن تمام. در خاندان در خانواده دشوار در است، ولی خاندان امکانیت ندارن که اوش کده خورن، امکانیت ندارد که یک اوقات بقوت کده خورن. این معنای نمونه نشان میدهد که این تاجیکستان با پیش نه به قفا رفته شده است، به قفا. بله مانند کره شمالی که اینقدر تعریف و تصنع و قرصک میزنند، اما در اصل مردم گرسنه است، گرسنه و بله بی‌سرپناه. درست من میگوید. بله نمیدونم این به مردم تاجیک چی بلا زده ای، چی ها کرده، اکو خواهی شاید جنگ شهروندی اینو یکم ترک به قفا زد میفهمم، لیکن آخه تو این درجه باید آدمیزاد نشود. آخه این نیا کنید اکثریت وخوری با همه دولتی خارجی با داری بسته میگذارد. آخه باید این مردم باید آگاهی باشد. آخه این حکومت چی کار میکند، این سردارا چی کار کرده ایستادن. آخه اکثریت وخوری با داری بسته میگذارند، نمیماند یگان ژورنالیست معلومات گیرد، نمیماند یک مردم بفهمد که چی کار کرده ایستن. هم خیلی مردم خاموش. درست در همواره از وسایل اخباری عمومی کشورهای همسایه میشنویم که پرزیدنت ویدیو کنفرانس گذرانده ایستاده است و گاهی با دانشجویان، گاهی با خواننده های مکتب صنف‌های بالایی یا گاهی با صاحبکاران کنفرانس گذرانده ایستاده است. با رئیسان شهر و نواحی همواره کنفرانس، این حال که خیلی جهت تکنیکی پیشرفته است تمام دنیا طریق اینترنت ویدیو کنفرانس میگذرانند، اما در ما همین هم نیست. یگان نشستی مطبوعاتی با اشتراک پرزیدنت یگان کس در خاطر داشته باشد، یگان روزنامه‌نگاری که همین نوار برنامه ما را میبیند. من در خاطر ندارم که رسانه‌ای شده باشد که نشستی مطبوعاتی با اشتراک رئیس جمهور باشد و بر سوال روزنامه‌نگاران رئیس جمهور جواب داده باشد. نبود این فیلم. یگان در خاطر ندارم.
انا همین معنای همون را دارد که پرزیدنت مردمی نیست. مردمی انا نیست. همین خودش مردم همین اووزش هم خیلی پام کردگی به مردم که پرزیدنت مردمی است، لیکن همین در حقیقت مردمی نیست. پرزیدنت اولوی، پرزیدنت همین خودکامه، همین چیزی شود نشود باید سر خم کنی، پیشی دست پیشی در خوب گویی تمام. من تاجیکستان میفروشم تو باید خوب گویی، من تاجیکستان تقسیم میکنم تو باید خوب گویی. آنم خیلی پرزیدنت هست. بله فهمیدم. آخه من اکثریت مردم هم میبینم که کار ندارد با سیاست، کار ندارد. آخه ای مردم آخه تو این درجه شدن هم در کار نیست. منم حرکت میکنم با سیاست کار نگیرم، لیکن آخه همین میبینم همین طرفدارای رحمان فکی همین گپوی میزنند که سرم دیگه نمیشه ده. آخه همین گپوی دروغ هم خیلی میزنن. من میگم دیگه کار نمیگیرم، همین سیاست کار نمیگیرم دیگه، گوش نمیکنم همین مخالفا برنامه مخالفا رو گوش نمیکنم. لیکن آخر یک در همین رادیو آزادی، در یگون همین یوتیوب کانال یگون چی رو میبینم که همین خیلی درباره تاجیکستان یگون چی بو وجدونم نمیبرد، بو میخیزم بو میخواد برآمد میکنم. درست. بله دادر فهمیدم شما را. بسیار تشکر برای اشتراک در برنامه و ابراز فکرتان. من میفهمم شما را. تا شما هم مهاجر نشدید، درک نکردید که حقیقت چی است، بیایید فکری نو، آینده نو تاجیکستان، عقل بزرگ اینجا با نام برآمدن. السلام علیکم. علیکم سلام برادر یا دادر من هستم. سعید و خارزی است. خب در این برنامه تشکر که این برنامه را تشکیل کردید. خب به شما هم تشکر که گوش میکنید. من یک چند مصلحت ها دارم. خب اکنون چخیل که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمودند وقتی علم پیدا می شود در سوره این مردمی فارس است. این ما هستیم. خداوند باز فراست داده است. به شبه مردان از این قوم بر همان دسترسی پیدا میکنند. گفته وقتی دستشان در کتف سلمان فارسی بود همین حدیث را گفتند. خب بله درست است. بعد فراست رو در حق مردم ترک کردند. خب اکنون باید که ما هموطنان عزیز علم که در خونمون هست، علم گرفتن، علم امروز ما در مهاجرت هستیم اما علم نداریم. از همین سبب وقتی که ما خواهش آن را پیدا کردیم به طور اتوماتیک جوش میزند، زیرا که پدر و مادر باباهای ما با علم گرفته آمدند. اکنون من میخواهم باید که یک حکومت بسازیم که بعد از رحمان باید به پوررگ عوض کرده شود. مهلت پرزیدنتی باید 4 سال 2 مراتبه، زیاد از 2 مراتبه نشود. خب من هم جانب دارم. بله یکم همین. دوم اونهایی که در حکومت کار میکنند، اونهایی که طرفداری از حکومت میکنید، همه شمایان حق را میبینید و اما با باطل روی پوش میکنید. چخیل که در سوره بقره آیت 42 آمده است ولا تلبسوا الحق بالباطل و تکتموا الحق و انتم تعلمون. باید که ما آنچه که میبینیم، حق را میبینیم، باید که بگوییم. اکنون من اگر نخیزم، تو اگر نخیزی، برای ما پس کی برخیزد؟ بله یک نویسنده ترک طاهر مطلوع عیناً همین خیلی گفته بود. طاهر مطلوع در خاطر دارم. خب من اکنون دیگر نمیخواهم که ما اکنون در مهاجرت سرسان شدیم. امروز ما زمینش رو رفته پول میگیریم، مثال اوبارکه میکنیم.
خب اگر همین احوال برویم هموطنان عزیز، فرد و فرزندهای ما با زبانشان لیس تازه میکنن همینجا را. ما امروز خار شده، من نمیخواهم نسل‌های آینده خار بشود. ما ملت تاجیک سربلند بودیم. امروز یک حکومت خانواده آمد ما را چنان به ملت پست گرفتار نمود که حتی بعضی شهروندای ما از تاجیک بودن خود شرم میکنند. متاسفانه امروز باید که ما دیگر دستگیری نباید کرد. امام علی رحمان را در حکومت در انداز کار میکنه، در مکتب ها در کجای نباشد از همه شمایان احترامانه خواهش میکنم که دیگر این حکومت امروزه را دستگیری نکنید. یگانه راه همین است. وقتی ببینید حکومت های دیکتاتور در قزاقستان همین دیروز 2 ینور گذشت، مردم هیچ در دست سلاح نداشتند. بله بله درست. روزی 3 ینور یک دوستی من در همون در امنیت کار میکند، به طرفداران خود سلاح تقسیم کردند. بعد در برنامه 600 مینوت خب آن سلاح ها را تروریست ها تقسیم کرده ایستاده است در میدانی میتینگ. باید که ما به این فتنه ها گرفتار نشویم. ما وقتی که میخیزیم با خواهیم نخواهیم یک فتنه دیگر دارد این حکومت امروزه. برای همین خاطر بهترین راه همین کارپرتای ما هست. نمیبرایم به کار. مهاجرای محترم، هر یکیش از هر یکیش ما احترامون خواهش حتی 1 روبل به تاجیکستان نفرسته. بگذار پدر و مادر ما تا تنگ نشوند امروز سر نمی بردارند. امروز از آن سبب که ما پول رو میفرستیم پدر و مادر ما ترسو شدند به خاطر مال دنیا. خب باید که ما حکومت آینده رو پیش بینی کنیم. باید که کارپرتایی رو شروع کنیم. دیگر دستگیری نکنیم. آنهایی که در وزارت کارهای داخلی، کمیته امنیتی ملی، بگذار طرفداران رحمانوف باشد همگی 500,000 باشد با مکسیمالی بگیریم. همین ساخت عجیب یک ساختمان دارند که کارپرتایی کنند هم خودی مردم اول ضرر میبینند، اسیان کنند هم اول خودی مردم ضرر میبینند. خیلی که مردم بدخشان بالایشان اینقدر اتهام، اینقدر تهمت ها باریده ایستادند. انا مثلا امروز خبر پخش شد که گلبدین زیابکوف را کشتند نسبت دادر او پرونده جنایی شدند و مادرش من خودکشی میکنم گفته دیگر داد و فریاد کرده ایستاده است چون که یک پسر دیگرش را پرونده جنایی شدند به یگان گناه. گلبدین را که بیگناه کشتند. یک ساخت کرده ماندند که ظلم بالای ظلم بر حق مردم است. مردم درست باید است. باشند، سرخم باشند، خوب گویند، شکرانه کنند، در بالا هر کاری که میخواهند کنند. خب برادر در موضوع همین برنامه برای چه در درون تاجیکستان بیدار نبودند؟ شما هم مهاجر شده اینقدر بیدار شده؟ بله من در تاجیکستان من راستی از خورده الله رحمت کند سید عبدالله نوری را خیلی دوست می داشتم. خب زیرا که مادرم در حق اون کس نقل میکردن درباره گذشته ها، چقدر گذشته ها درباره امام علی میگفتن. بعد استاد محیدین کبیری خورد و برکاتشون بدهد اون کس هم تعلیم سیاست به ما آموختن. تشکر که جانبینی خوب پیدا کردیم.
اون شخصا به ما سببچی شدن. من سال 2015 آخرین مراتبه من در انتخابات اشتراک نمودم، لیکن اعضا نبودم. همچو طرفدار همون پلاکت ها رو می آوردم. خب بله. همون رئیس حزب به من ورقچه دادن اگر اجازت نامه، یعنی اگر یگان کس پرسجو کرده باشد باید که از روی قانون کار بکنه. بعد از همون طرف دیدم باز طرفداران حکومت از حزب خلق دموکراتی تاجیکستان هر یک شهر و ناحیه جماعت ها به میدان آمدن، در کجا پلاکت های حزب نهضت اسلامی تاجیکستان می بود می گرفتن می دراندن، بعد به پاکت هایشون می آختن. بودم، من هم بودم، در خاطر دارم. بله، یعنی انتخابات شفاف نبود، این را همه میدوند، اعضایان کمیسیون هم میدونند. در خیلی از محله خانه ها رئیسانشون را جیغ زده بر حکومت گفته بودند که این نتیجه را از نو کرده و در محله خانه ها هم خیلی طالب علمان مکتب ها را جمع کرده از نو همه نتیجه ها را، کاغذ ها را از نو جمع و طرح گذاشته از نو انتخاب کرده بودند. بله این درست است. بعد دوام این همه خیلی شد که در یک جماعت 45,000 اهالی است، اما 27,000 نفر اشتراک کرده است. بله درست. همین طور خیلی ها وقتی روند هم. من مثلا یکون بار در انتخابات آواز ندادم، یکون بار. درست است. من هم در انتخابات به این معامله رحمان یگان مراتب آواز ندادم. اکنون در همین جا 27,000 48,000 45,000 باشد، 43,000 به حزب خلق دموکراتی از آن جایی که تعریف میکند فلان قدر آواز گرفت، این نامش چی میگوید از خاطرم رفت. خب هر نفر 2.5-3 مراتبه که آواز دادن. پس نه، یعنی اینکه به دیرکتوری همون مکتب زنگ میزند، رای دهی، یعنی رای رو به اون میگوید، خلاصه رای رو میگوید که همون بله من فهمیدم. مرکزی انتخاباتی از همونجا زنگ زد به دیرکتور، در نزد دیرکتور بوده، در همونجا زنگ زد باید که 93% به حزب خلق دموکراتی تاجیکستان داده شود، بعد به دیگرها تقسیم کرده شود، بعد به حزب نهضت اسلامی تاجیکستان 1% هم آواز داده نشود. اما در آنجا، اما من در همونجا شاهدی زنده بودم، در همونجا 56% حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در همونجا آواز زیاد گرفته بود. راستی من از سال 2010 این جانب در انتخابات اشتراک میکنم، اما ناعدالتی های زیاد رو دیدم. در حزب خلق دموکراتی تاجیکستان بسیار سیاست خیرتمندانه نیست. این سیاست احمقانه است که امروز ملت تاجیک، شهروندان تاجیکستان احمق شده ایستاده است. سیاست بزاری و به تهدید و ظلم نسبت هم ذهنی مردم، روانی مردم، ظلم روانی. بله من این چیز رو درک میکنم. اصل موضوع همین برنامه ما این بود که تاثیر مهاجرت در بیداری ملت در تاجیکستان. خیر گفتم شما بیدار بوده در تاجیکستان، قسما من هم در تاجیکستان اندک بیدار بودم. وقتی بیرون شدیم از تاجیکستان، هم جهت دین هم فرهنگ، و در تاجیکستان برای ما ملت‌های بیرونه را دیگر خیل تصویر میکنانیدن. ما باور میکردیم بیرون برآمدیم دیگر، چون با چشم خودمان دیدیم بیدارتر شده. نسبت تاجیکان هم
آنقدر معلمان ادبیات حرفای پرمحتوا و خوب میگفتند که ملت خود را، خلق خود را دوست داشتیم و گمان کردیم که از آسمان پا دراز کردن تاجیکان و نفر بر زمین گذاشت. ما فرشته ها هستیم، ما بهترین های دنیا هستیم. چون برآمدیم بیرون، به روسیه رفتیم، دیگر کشورها رفتیم، دیدیم که چقدر این ملت مظلوم بیچاره خواری های داشته است بیرون از وطن، تا قوت لایمات پیدا کند، تا یک 4 تنگه پول پیدا کند، بر کشور خود روان کند. خب برادر بسیار تشکر. من به فکرم از موضوع بیرونتر برآمدیم. هیچ کم نه، تشکر زیاد به برنامه شما برای این گفتارهای شما، برای اینکه خیلی به خاطر آوردید هم زمان همان نابسامانی ها، همان نااهلی ها در رفت انتخابات را هم عقل ثروت بزرگ است نام نهادن برای خود. خدایی که عقل نداد بر نفر چی داده باشد؟ اگر انسان عقل نداشته باشد چی دارد؟ همین عقل و شعور است که انسان را از دیگر عالم وحوش جدا کرده می ایستد. خب برنامه پرنده های مهاجرت، تاثیر مهاجرت در بیداری ملت نام دارد. معلم کوهسار، مرحمت. سلام علیکم. و علیکم السلام. گوش میکنم شما را. بله تشکر. بسیار مننت هستم. نه مرحمت. تا دمی که مخلصان بودن چی دم گرفتم، استراحت کردم. یک گپ گفتنی هستم. اگر نظر کرده باشه دیگر در تاجیکستان 10 سال پیش یگان کس تنقیدی دولتداری نمیکرد. بله. اما آتشی کور زندگیش بود، زندگیش تیم بود، معرکه ها سیرودم همه خودش بود، شکرانه بود. در حقیقت شکرانه کنید میشود. حاضر نگاه کنید دیگر تمام مردم با سیاست دست دادگی. در تاجیکستان هم اینا یگان حکومتداران نسبت همین حاضر دیدوستن که خلق بیدار شد، یگان چاره اندیش دوستن. چیکار کنن وایو؟ چی نیت دارن حاضر؟ چی خیال میکنن که خلق آرام کنن؟ تا کدوم راه؟ من همین حیران که این روز از روز زندگی به بدی رفته است. مردم از کمبغلی به قشاقی گذشته رفت. دوامش چی میشه باشه؟ یگان دولت چاره میاندیشن میونیم مزد ماهانه زیاد میکنند و 1000 تا میگرفتن باشن 1360 تا میشن. من یک سوال دارم. همون کارمندان مقامات های قدرتی شاید زیاده از 50% شان الکی شهروندی تاجیکستان را هم ندارن، یا دو شهروندی دارن یا شهروندی روسیه هستند. اونها که حق ندارن شهروندی دیگر کشور باشن، حق ندارن، اما شهروندی دیگر کشور شدند. پس اونها هم باور ندارن بر آینده. اکنون نگاه کنید دیگه از دور یگان چاره‌های دولت حاضر شما اینجا این مسئله های پیش بردوسید، مسئله های آشکار و گرد دوستان در خودی دولت اگر نه همین مسئله ها آشکار و گرد بشود ممکن که کمبودی ها اصلاح شود. در همه جا هم کمبودی ها نیست، همه چیزی فقط از هر ساعتی 6 ساعت تا 12 شب فقط شوکه کننده کو که دولت داره ما شوکه کننده کو تا که ما خیلی شوکه میکنه باشیم مردم رو از قشنگ شد. هم معلم عادی مزد ماهانه 1200 سوم باشد یا 1000 سوم باشد، آبونه گفته گرنگ میکنه دو کمیسه گفته گرنگ میکنه دو همین بچهای بیچاره پول بیار گفته میگیره دو پول میگیره یک دیگه دیگرش میتونه ایناش بابایش میتونه خودی هم معلمان هم همین کار خودشون بیزار شده درسی درست هم نمیتونه چون که طلبه ها در فجرات همیش بیسواد رفت از کتاب این تو که نرفته باشه میخیلی من حیران سوادناکی یگان کسی صحبت کرده مانی دیگر یگان علم و عمل باز باید نگاه خونه دیگر همون کامنتاری رو مینویسن گفت همه خطا بیسوادانه نوشته دیگه نگاه کنید درست این شما درست. همه جا هم بعد ختم برنامه هم خیلی می نویسند جهت املا خطا می نویسند. درست بیسوادانه مثال عادی میبرم اگر در موبایل شهر دوشنبه در شهر دوشنبه اگر یک میکروفون گیرید و با یگان کس به یگان مسئله پاسخ داد شدگر در وقت پاسخ دادن یگان لهجه ادبی نیست و دوشنبه که سالهای 90 بود سالهای 80 بود و مردم همه سخنهای خوش‌جوگر میزد. دوشنبه مرکزی علم و فرهنگ مرکزی دانش بود. دانشکده طبی تاجیکستان در آسیا میانه جای یکم به میستاد. قزاقستان، قرقیزستان، ازبکستان، تاجیکستان
ҳамаи анамиҳо баъди 5 давлат ҷои якум меистод, чунки ҳама хита савод гирифтан мушкил буд дар медиа институти душанбе, барои он ки ҳама бе ягон тен дониш мегирифт. Ман داخل бисёр شدن шиносам هم خیلی دشوار بود داخل дар شدن Ӯзбекистон دشوار бисёр بود. одамҳо вай кор мекунанд, главврач кор мекунанд, профессор шудагӣ ҳамон хаткунандҳои аз медиа институти тоҷикистон буромадагӣ. дар наздикии соли гузашта буд Ӯзбекистон бо қарори худаш ба тамоми шаҳрвандонаш фаҳмонда дод, ки маълумотҳои дар тоҷикистон мегирифтагиотон беэътибор карда мешавад, чунки дар он саводи дуруст нест. хотиратон ҳаст намедонед шумо? ин позор, ин давлати ҳамсоя маълумоти ма рифта намекунад. بله در خدمت هست. سال گذشته بود معلم بیچاره که امروز بعد 30 سال فعالیت در جاده معارف در سیستم معارف با 300-400 سومانی بر نفقه میبراید، فقط برای یک خلطه آردش میرسد و اینقدر مویش را سفید کرد، عمرش را گذراند، عصبهایش را خراب کرد برای 3-4 نفر کودک خودشان، پدر مادران تربیت دادن و تعلیم دادن، عصبشان ویران می شود. معلم در یک صنف زیاده از 30 نفر طالب علم دارد، بیگانه است و این همه را فرا گرفته و آنها را آموزانیدن و تربیت دادن و تعلیم دادن و غم آنها را خوردن، اگر یکی سرش قشقه شد 70 دیگر شد، این همه برگردن معلم است. بعدی با نفقه برآمدن، بعد بیمار شدن، همون پول نفقهش اقلا 4/1 پول دارویش را نمیبراید. در اگر نگاه کنید، از دوری نگاه کنید، اگر روز مردم روز از روز ایدی سیاست بسیار وحش شداست. همون چیزهاش کوفته، کمبودی‌هاش کوفته است که برای چی ما این حادثه به دچار شدیم، برای چی ما این ببینید اگر در وظیفه‌های دولتی آدم‌ها کار میکنن، خودشون میدونن که کارشون خطا، رفتارشون خطا، درست است. مقصد یک کار دارن، چه که کارن همین راهبری دولت удивит کنن. یکیش میبرد اتراکتور کارتوشکا میسازد یا یک ناحیه، یکیش میگیرد از انگورهای ساخته، انگور که پیشوای دیگه دولت دنیا پیش میبرن که انگور آورده شفاف خندی آدم میگفت اگر پوتین نگم که پیشوا بره نفت و گاز باکالاشکا بگیرد موناچی مثلا نفت باکالاشکا انگشتان گلیسا گفتم مونده پیشوا گفتن از دارکور دیگر دولت ها انگور ده همه جا هست اون برده نشان دادن شرط نیست که انگوره بله درست. پیش در ترخان با مانی شد اوپا خربوز پاروفته اودو بی حالی من پیش بر ایدی وای هر ایدی سولی نوی نوروزی هست ولی میبینید نمونجی چیختا پلا خرج میکنن و با خزینی دولت غورت کرد مردم با قشق کار میکنن. اگر یکون پیشوا یکون ناحیه بر رفتن مونده همون ناحیه با خودو روزش همین وای میشه در عذاب و مشقت میمونن. خانه‌های کمبغلا بتون بیچاره عذاب کشته همه جا پول جمع کرده، مهاجره پول جمع کرده، پدر و مادر پول تتون، مکتب بچه پول تتون که حالا اون دوستی و تاجران پول تتون اینجا آباد کردن در کار همه ظلم زورگی. در کار مردم سرخون کردن. دایی بات هم میکنن، نه اومده این شب، نه اومده اون شب هم میگوین. خودی همون رحمانوف ریتینگ خودش یک بار دیده برود روستی یک بار دیده برود که چندم ریتینگ برود که اومده یا پسرش ریتینگش فهمد. اگه بسیار دانا باشن اگه یک ژورنالیستی آدمی دانا که اگه صحبت کنه من نقطه نظرشون نشون میدن خلق ببینید چه نقطه نظر دارد پسرش و دخترش سوالشون بسیار چخور باشه اگر من نشون میدم دو تا سوال عادی دیگه جواب دادن نمیتونن باوری کنن. بله درست 100%. من هم در حیرتم از آن که هر سال یک کتاب چاپ میکنند، از کتاب رئیس جمهور نوشته چاپ میکنند، در وقت گفتار وقتی که خزینه لغوی کلمه پیدا نمیکند که جای کلمه های وای را پوشد، وای کردیم وای، بجای این وای کلمه باید گفته شود، همون کلمه ها پیدا نمی شود. اینقدر کتاب را از کجا می نویسند واقعا در حیرت میماند آدم. یک چیز در نظر دیگه با شما بگم، ما در همین تاجیکستان یک حوثی رادیو فرهنگ گوش کردن دارم که همون در پالیتیکا داخل نیست گفته گوش میکنه، همونجا هم فقط پیشوا پرستی. ما کتابی همونجا در همونجا خوانده هستیم، مجبورن خودم مجبور کننده خواندم همون کتاب رو گوش کردن، همین کتاب رو بردار شده که باور کنید از کتاب‌های دیگه رو گرفتگی رو بردار کردگی در مورد اسکندر مقدونی گفته که ولشکرش این تو بود، این خیلی مرد، دخترش این تو، پسرش این شد، همون گم رو برداری
هم خودش نوشتگی این آدم دو تا همزه سوال تدگر کو خود جناب همون جواب دادن نمیتونه چون درست خودش نوشتگی نمیگه هم راجع فرهنگ هم باید شدگی وزیر پلیتیکا شدگی که فقط شکر کردن در خود من یک شما به مثال عادی میبرم یک رباب نواز خوشرو هست یک دختره که خوشرو هست از آذربایجان نامش کودیمومی چه که یادم برام و رباب نوازش بده چه خوشرو میره من این فرهنگ میگویم و همین خیلی مینوازم که من ربابش زبانی تاجیکی و ازبکی و ترکی نداره همین خیلی فورا مینوازم من این صنعت بلنده و صنعت ما فقط همین رقص و بازی های استادیوم به دیگه چی مونده یعنی آذرم استادیوم به بازی کردن کو رقص کردن کو طلبای مکتب چیز سرداب کرد استودنت کوچه برابر با اتوبوس هست هست جوانی که سرگردان کردن کو نوازد یک اسباب هست اسباب با ویولنچل مانند است قانون یک نفر قانون نواز در خوجند زندگی میکند میدونم او رو نهایت ماهرانه می نوازد بزرگ سیکونجه است سیکونجه که قله ندارد قانون نام دارد و نوازنده های بسیار خوب چی هم هستند چیردست هم هستند فقط فرهنگ تا جای ترقی نمی کند است چی باشد که فقط تعریف و تصنع و وقتی گرفتن افتخارنامه ها هم شخصان تصادفی هستند در همان بجای روزنامه نگار هم شخصان تصادفی از کوچه روزنامه نگاری نگذاشتن افتخار روزنامه نگاری جاده روزنامه نگاری میگیرند از جاده معلمی هم نگذاشتند اگر شما آموزگار هستید بینید در همان عید معلمان یا اینکه در آزمون های معلم سال مثلا نفران جایزه میگیرند و جای میگیرند که تصادفی هستند در جاده همین خیلی حالت هست بله و برنامه امروزه ما موضوع آن بود که اثر مهاجرت در بیداری ملت شما هم مهاجر شده بیدار شده یا در داخل خودی وطن علاکه تا جای قطع شد آواز بله صدا قطع شد به فکرم خیلی صحبت خوبه داشتم چون آموزگار هستند گفتارشان روان بود فهما بود همسر خورشید یا همسفر خورشید السلام علیکم اپای سیما جان چه شما خب پروینه بله خورشید با حرف خیلی بزرگ است من همین چیز رو درک نکردم یعنی این خیلی خوب است که نام محرم خود را گرفته برآمدید این در باره موضوع امروزه شما تشکر برای برنامه هاتان ما پیگیری میکنیم افسوس که همیشه داخل شده گپ زدن نمیتونیم این بیدار شدن این یک مسئله و بعد بیدار شدن با چیزهایی که روبرو میشوی این دشوارتر است تحمل کردن زندگی کردن با خیلی چی اصلا تحمل کردن بعد بیدار شدن به نهایت دشوار است بله بعد همین که میخوایی از خش و تبار سر کنی و دعوت کنی یا آگاه کنی بعد دل خنوکی میشود و دیگر با تو گپ نمیزنن و بعضی دوستانت رو میگردانند این دشوار است چون آنها هم فکر اولای خودشان را میکنن امنیت خودشان را شاید فکر میکنن به خاطر همین تنها علاجی است که تو کمتر بیدار شوی و بیدار مانی این در خارج و مهاجرت است بله اگر اما خیش و تبار هم بیرون میبراید و میبینند بعدن باور میکنند شنیدن که باور کنند دیدن میگویند که درست همون که نعمت همین ایمان و اسلامی که داریم همین دل قوتی میکند و همین مستحکم در راهمان قدم های میده هم باشدم حداقل پیش رفته ایستادیم پشت نه درست یعنی تاجیکستان به پیش نه یا تاجیکان به پیش بله. بیرون از تاجیکستان به پیش این راستر می شود حقیقت تر می شود خب درباره یک چیز من در آغاز برنامه گفتم که هر یک چیز معیار دارد همین شکر هم قیامش بسیار جوشد تلخ می شود شکر قیام تلخ می شود تعریف از حد می گذرد تنقید می شود و تنقید مبرر می شود مثلا پیشوای ملت این قرآن ملت گفتند یا گفتند این تقدیر ساز هم گفتند تو نمی بودی کنجاله می خوردیم هم گفتند
خیلی تعریف و تصنع به حد بلند کردن. کاخ سامان را گفتند کعبه و همون منبری که پیشوا در آن برآمد کرده ایستاده است گفتند سنگ اسود. یعنی همان کعبه الله را کوچاندند بر کاخ سامان. این تعریف از حدود گذشت که مسخره شد، تمسخر شد. تعریف و درست. تمسخر. و یک سخن یک دانشجو بود، 4م یا 5م کورس میخواند، گفته بود که نجات بخش سیاره. مغز این بیچاره دانشجو را تا حد شستند که با شکرانه کن رحمانوف بهترین وای دیگر در مغز وای مفهوم سیاره این تاجیکستان ماند. در سیاره زمین فقط تاجیکستان است، بیرون از تاجیکستان چیزی را ندید که گفت نجات بخش سیاره است. و دیگر درست. و تمسخر گذشته رفت این سخن که رحمانوف را با یک تیر و کمان تصویر کردن در کیهان و گفتند دیگر سیاره های گالاکتیکا را تیرباران میکنند تا بر زمین نرسند. این خیلی تمسخرها هم شد. تعریفشان باعث تمسخرهای بیرون میشود. این اپای سویما جان یک تا نویسنده هست وارلام شالامов. من خلاصه کتابشون رو خوندم، خودی کتاب رو نه، اگر خطا نکنم архипелаг گولاگ. این درباره لاگرهایی که در سیبیر ساختن دوری سوویتسکی سایوز و این کس را همونجا رایی کردن. در همون کتاب تفسیر میکنن که تنها 2 گروه تونستن همین لاگر گذرانن و زنده به خانه‌هاشون برگردانند. یکی تعدادی که لگنبردار و همین آدمایی که اینجا به اینش میفروشد، اینا به اینش میفروشد، همین وزیت که همین گفتی اروسا میتید، همین آدمای خیتری همینا تونستن از همین دور گذرانده برگردن و آدمایی که صدقاً در دلشان ایمان داشتن، یعنی همه خیلی به خدا ایمان داشتن و توکل کردن، به همون ایمان و همون ویشان کتی همین گذراندن و برگشتن. همون تاجیکستان هم بعضا در نظر من مانند یک لاگر شدگی، یا تو باید همین چاپلوسی کنیم و همینجا اونجا خودمون زنیم که زندگی ما پیش بریم، یا که صدقاً ایمان در دلت باشد و اگر همون هم حکومت فهمد توی از یا زندانی میکند یا یگان گپی دیگر جریمه. به خاطر همین این حالت زندگی تاجیکستانی که اینقدر تعریف میکنن به معنا گپتون درست به معنا گپای میزنن، این محیط بعضا مجبور میکند همین خلق خودمون رو که هم خیلی کنن. اگر نه همون روبایاتی که شما خونده چری که همون یک شاعر رو خونده حقیقتا حرفای همون کلمای زیبا لیکن معنا نیست. بله. معنا نیست. به خاطر همین این اکنون همین شدگی در تاجیکستان ما هم خودشان در کنسلاگر زندگی دارن، خودشان خبر ندارن، به هیچ روی دنیا گفته گشتین. چون بیرون میشوند از تاجیکستان درک میکنند که آنجا به هیچ نبود. دوران شوروی هم همین خیل بود و ما میگفتند که بهترین دولت دنیا این همون اتحاد شوروی است و آلمان جنگ زده میگفتند، دیگر کشورها جنگ زده میگفتند از تاریخ. وقتی شوروی برباد رفت دیدیم که تماما دیگرگون است. همان تاجیکستان همان از اتحاد شوروی یک گوشه خرده که باقی مانده است. هنوز هم مردم در همان افکار هستند، هنوز هم افکار مردم در همان حدود تنگ فهمیش خود است. نه همه خیلی ها میدانند اما آرام هستند. این هم حکمت دارد. رحمت موفقیت به شما. رحمت بسیار تشکر. و من نام گذاشته برآمده‌تان خیلی پسند آمد. همسر خورشید گفته به نهایت نام خوب، یعنی از داشتن محرم خود. بعضا در شبکه اجتماعی نام زنها را می نویسند، در پهلویش زموجم گفته می برارند به جای نسب. خیلی خوب. تشکر خواهر جان. بسیار می‌ندار هستم. خب یک حالت به خاطرم آمد. بیبی وقتی که آبگیری می برآمد از خانه، بیبی من در 2 سطل می گرفت، بغیر از رویمال تک دوره و رویمال بالای سر
باز یک جلکچه مردانه میگرفت، یک جامعه مردانه بر سر میگرفت و گریبان جامعه را بر دندانش میگرفت و همین که در کوچه راه میرفت همان مردینه اگر روبرو آمد با دندان آهسته همان گریبان را یک طرف میکشید که رویش پوشیده میشد. البته گذشته های ما خیلی با تقوا بودند. در تاجیکستان ملتی اهل تقوا، اهل زهد، خیلی انسان های بزرگ بودند. از اینجاست که از آنها بزرگزاده ها پیدا شده آمده بودند، حالا نه. و وقتی من پرسیدم که چرا لباس مردانه را به سرتان پوشیدید، بیبی جواب داده بود مردم دانند که من به صاحب نیستم، در خانه مرد دارم. این نام به همین مانند است، یعنی نام خود و نام همسر آوردن. در قدیم، حالا در ملت عرب همین عرف هست، همین اصول نامگذاری که مثلا نام فرزندشان عبدالله باشد، مادر خودشان را ام عبدالله گفته میارند، یا اینکه ام سلمه در خاطر دارید خودشان را ام سلمه نامگذاری کردن. یکی از همسران حضرت پیامبر که پدری همان سلمه هم ابو سلمه گفته خودشان را آورده بودند با نام فرزندانشان، یعنی که این از آن درک میدهد که عائله دارند. برنامه با من پسند آمده ایستاده است. انا همین آخرهای برنامه اثر مهاجرت در بیداری ملت بود. در رفت برنامه خیلی خود من هم از موضوع بیرون رفتم. خب با سیاست خردمندانه جناب اولی گاو من دوگانیک به دنیا آورد نوشتند. خب این از چی؟ یک بار محفل رومی خانی شده بود در استرافشن و یک نماینده حکومت شهرمان برآمده گفته بودند که تحت سیاست پیش گرفته جناب عالی اساسگذار صلح و یک خیلی خیلی زیاد حرف تعریف و ثنا، امروز خوشبختانه اشعار جلال الدین رومی را در تمام دنیا میخوانند و زبان‌های بسیار ترجمه شده. خب و زبان بسیار ترجمه شده در تمام دنیا میخوانند. ترک‌ها تلاش میکنند. از آن ما گفته شیرالی جورایف هم گفته بود، سراینده ازبک، که شیرالی را تاجیکان از ما میگویند حق دارند، ترکان میگویند حق دارند، آنجا زیست ما گرفته میخوانیم میگوییم از ماست، رومی از آن همه ماست، از آن بشر است گفته. خب تلاش میکردن. من چی گفتنی بودم با این حرف؟ و انا همین تلاش کردن ها از آن درک میداد که ما از یک ملت بزرگ، از ملت زبردستی هم بودیم که بزرگان ما را در تمام دنیا میشناختند، میدانستند. نه خود جلال الدین بلخی که در بلخ تاجیکستان به دنیا آمده در عصر 13 تحت سیاست پیش گرفته رحمانوف امروز اشعارش عالم شمول شده باشد. آیا رحمانوف یک بیت از رومی میدانسته باشند یا میدانسته باشند که جلال الدین بلخی کی؟ اقلا میدانسته باشند که میبرید میچسبانید بر همانجا، میبرید همه چیز رو میچسبانید همانجا. در کدام یک مکتب آزمون شده، آزمون مثلا علم ریاضیات، آنجا هم اگر غالب را معین کردنی میشوند برمیخیزند میگویند زیر سیاست پیش گرفته و یا خیلی حرفای زیادی تعریفی میگویند فلانه جای اول را گرفت. از ریاضیات خبر داشته باشند رئیس جمهور. خبر داشتن از کل این جاده های علمی ضرورت شاید دارد شاید ندارد برایشان، اما از همان نفرانی که تعریف کردن آن خوردن را دوست می دارند بسیار التماس می کردیم که بر محتوای سخنشان اعتبار دهند. این نفران خوش آمد کرده او را تعریف نکرده ایستادند، تمسخر یعنی مسخره کرده ایستادند. همان نفر اگر نجات بخش سیاره نمی گفت شاید با این درجه مسخره نمیشد. همه مزاح و مسخره نمی کردند که سیاره زمین را از دیگر سیاره ها حمایه کرده ایستاده است گفته. خب اینجا سخنهای خیلی خوب هم در پهلوی یوتیوب نوشته ایستادند. برای همشان تشکر میگویم. تشکر بر آنهایی که طول این 1.5 ساعت با ما بودند و برنامه ما وقت پرقیمتی خود را دریغ نداشتند.
من در برنامه من بعد از گفتار پرمحتوای رئیس جمهور پیشینه اوروگوای برایتان یک دو نکته میارم. این خوسه موهیکا ما حالا یک جمله میگویم در برنامه من بعد خیلی پرتاثیر سخنهایش را میارم که آماده کرده ایستادم. خوسه موهیکا گفته است که او پرزیدنت کمبغالترین دنیا است. در دنیا کمبغالترین پرزیدنت شناخته می شود چون که اجاره نشین بود، همراه مادرش زندگی میکرد، نیمی معاشش بر خانه کودکان، یتیم خانه ها، خانه مسفیدان دیگرها خیریه میشد، نیمی معاشش روزش را به زور میگذراند. و ماشین نداشت، ماشین شخصی پیاده میگشت، در ماشین های مسافربری کوچه میگشت و همین یگان خیل فوند، یگان خیل صورت حساب زیادتی نداشت، در بانک صورت حساب نداشت. همین خوسه موهیکا را پرزیدنت کمبغالترین دنیا گفته شناختند. وای درباره همین کمبغالیش چی میگوید؟ میگوید که مرا پرزیدنت کمبغالترین دنیا میگویند، اما من هرگز کمبغال نبودم. شکمم سیر است. کمبغال همانهایی هستند که میخورند، میبرند، برده ایستادند، اما هرگز سیری را نمیدانند. آنهایی که میخورند و میبرند و برده ایستادند حالا هم گرسنه‌اند، کمبغال اونهایند. درست میگوید. وای کمبغال نه خوسه موهیکا، وای در دنیا همچون یک رئیس جمهور حلالکار پاکیزه شناخته شده است. در برنامه من بعد البته که سخنانش رو ترجمه کرده میارم. حالا باشد در همین اثنا با شما خداحافظی میکنم. یک بار دیگر تشکر که وقتی پرقیمت بر ما دریغ نداشتید و اینام کردید که برنامه را گوش کنید. تا روزی دیگر در پناه خدا باشد. تا برنامه دیگر شما را بر پناه پاک سبحان کریم میسپارم ای عزیزان حلیم.